مشکل ما اینه که جامعه شناسی تراز شده استواری گرفته بر اساس مبانی دینی نداریم. اگه داشته باشیم اون وقت همه خواهند فهمید اسلام چقدر به کنشگری در جامعه توجه کرده، چقدر اسلام میخواد اصلا جامعه در مسیر یک رعایت یک سری قواعد و قوانین قرار بگیره. اون وقت دین تبلیغ او معنای بهتری پیدا می کند، حضور عالم در جامعه معنادارتر می شود. اون وقت نسل‌های جدید نخواهند گفت و این احساس به اونها دست نخواهد داد که این دین میخواهد اونا رو منزوی بکند. احساس میکنن که دین عامل شکوفایی اجتماعی است. مشکل ما اینه که فقدان دیدگاه‌های اجتماعی داریم که اینو باید در جامعه شناسی تراز شده بر اساس مبانی دینی و مفاهیم دینی، اونجا این اتفاق عظیم بزرگ مهم رخ بدهد که بفهمن اسلام چقدر در پی تقویت بنیه‌های اجتماعی به صورت دقیق و ماهیت شناسانه روابط اجتماعی است. اون وقت دین حضور پیدا میکنه در جامعه.